روز پنجشنبه 31 март کشورهای کمکرسانی افغانستان عهدهدار شدند که به این دولت 2 میلیارد و 440 میلیون دلار یوری بشردوستانه رسانند. سازمان ملل متحد میخواست که در دایره بزرگترین کمک بشردوستانه به افغانستان 4.4 میلیارد دلار جمع آوری شود. دبیر کل سازمان ملل درخواست نمود که کشورهای دونر بدون شرط گذاری به افغانستان کمک فراهم آورند، زیرا 9 میلیون اهالی این کشور با گرسنگی مواجه هستند. قبل از این دعوت بریتانیا وعده داد که به افغانستان 286 میلیون فونت استرلینگ و یا معادل 374 میلیون دلار یوری میرساند. چون قطعی مبلغ گذاری در این کشور بعد به سر قدرت آمدن طالبان در ماه آگوست سال گذشته باعث شدت گرفتن بحران اقتصادی شد و حالا هر ششمین نفر اساساً به کمک غذایی احتیاج دارند. مارتین گریفیتس رئیس کمیته بشردوستانه روز چهارشنبه در نشست خبری که در یک جایگی با بریتانیا، آلمان و قطر تشکیل شده بود از اظهارات سازمان ملل چنین اقتباس آورد. افغان‌ها به کمک ما برای رشد اقتصادی، نگهداری کشاورزی خود و تأمین فعالیت اساسی خدمات اجتماعی نیاز دارند. سازمان ملل میگوید کمک بشردوستانه که برای جمع آوری آن دعوت شده است نسبت مبلغی که در سال 2021 خواسته شده بود 3 برابر بیشتر می باشد. فعلا تنها 13% آن گرد آورده شده. این پول نه توسط مقامات بلکه مستقیما طریق سازمان‌های امدادی رسانیده می شود. امریکا بعد از آنکه طالبان تصمیمش را در نسبت تحصیل دختران بیکار نمود، ملاقات با این گروه را در قطر لغو کرد و با این نشان داد که همه گونه اقدام‌ها در نسبت حقوق بشر می توانند در مناسبت با این گروه مستقیما تاثیر رساند. ما جانبدار رفع آن محدودیت ها هستیم. امیدوارم عهدهداری هایی که ما در این کنفرانس میگیریم با این محدودیت ها خاتمه نمییابند. من تلاش های حاضره را احساس میکنم. او دعوت کرد که با این مأموریت اسلامی همکاری راه اندازی گردد تا روی حل سنجیده برای برون رفت افغانستان از انزوا که در آینده عذاب و عقوبت می‌آورد پیدا شود. بنا به اطلاع سازمان ملل حدود 23 میلیون نفر جداً با امنیت غذایی روبرو می‌باشند، زیرا افغانستان نیز با خشکسالی بدترین در 30 سال اخیر مواجه است و 10 میلیون کودک به کمک فوری نیاز دارند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان ریکلف بویتین از جهانیان خواست که به جمع 4.4 میلیارد دلار همراه شوند، اما افزود طالبان مقامات واقعی باید وظیفهشان را اجرا کنند، مردم خود را حفظ نمایند و در اجرای این کارها به سازمان‌های بشردوستانه کمک رسانند.